سلام به همگی. اگه شما هم از اون دسته آدمایی هستین که با سوزش سر دل دست و پنجه نرم میکنن، حتما 100 بار شنیدین که اسید معدت زیاده. خب، امروز میخوایم یه ایده کاملا برعکس رو بررسی کنیم. چی میشه اگه کل این ماجرا، این باور عمومی از بیخ و بن اشتباه باشه؟ خب، بریم سر اصل مطلب. ایده اصلی اینه: چی میشه اگه دلیل اصلی سوزش سر دل شما نه زیادی اسید، بلکه دقیقاً برعکس، کمبود اسید معده باشه؟ میدونم این حرف دقیقاً 180 درجه با هر چیزی که تا حالا به ما گفتن فرق داره، ولی دقیقاً به خاطر همین عجیب بودنش ارزش بررسی کردن رو داره. پس بیایید اول از همه این باور قدیمی و رایج رو یه ذره کالبد شکافی کنیم. ببینیم اصلا چرا این ایده که مشکل از اسید زیاده ممکنه کلاً اشتباه باشه. ببینید تفاوت این دوتا دیدگاه زمین تا آسمونه. از یه طرف باور عمومی به ما میگه معدتون شده کارخونه تولید اسید و داره زیادی تولید میکنه. اما از طرف دیگه این نظریه جدید میگه نه آقا، مشکل دقیقاً برعکسه. اسید معدتون اونقدر کمه که دریچه بالای معده اصلا فرمان بسته شدن رو درست و حسابی نمیگیره. خب، حالا یه نکته خیلی مهم. یه لحظه فکر کنید، وقتی اون حس سوزش میاد سراغتون، دردش دقیقاً کجاست؟ توی خود معدتونه؟ نه، معمولاً بالاتر حس میشه، توی مری. درسته؟ این خودش یه سرنخ فوق‌العاده بزرگه. به ما میگه مشکل این نیست که اسید زیادی توی معده داریم. مشکل اینه که اسید داره از معده میزنه بیرون و میره جایی که اصلاً نباید باشه. خب، پس اگه مشکل مقدار اسید نیست چیه؟ بریم ببینیم علت واقعی رفلاکس چیه که در واقع یه جور نقص مکانیکیه. قضیه مثل یه دومینو میمونه. یه واکنش زنجیره‌ای خیلی ساده. اول از همه اسید معده ضعیف میشه. خب، بعد چون اسید ضعیفه، اون دریچه‌ای که بالای معده هست اون سیگنال قوی و محکم بسته شو رو دریافت نمیکنه و آخرش چی میشه؟ همون مقدار کم اسید خیلی راحت میپاشه به سمت بالا و وارد مری میشه. پس ببینید، دعوا سر حجم اسید نیست، دعوا سر اون دریچه‌ایه که باز مونده. و اینجا به یه پارادوکس خیلی جالب میرسیم. یه چیزی که اصلاً با عقل جور در نمیاد اگه بخوایم به همون نظریه قدیمی بچسبیم. ببینید، علم به ما میگه هر چی سنمون بالاتر میره، اسید معدمون به طور طبیعی کمتر و ضعیفتر میشه. خب، پس اگه اینطوره، چرا سوزش سر دل با افزایش سن اتفاقاً بیشتر میشه؟ این دوتا با هم نمیخونن، مگه نه؟ خیلی خوب. پس بیایید یکم عمیق‌تر بشیم و ببینیم چه شواهد و سرنخایی برای این نظریه کمبود اسید وجود داره. برای اینکه بفهمیم معده ما چقدر باید قوی باشه، به این نمودار نگاه کنید. pH طبیعی معده بین 1 تا 3 هستش. برای اینکه یه تصوری داشته باشین، این یعنی یه معده سالم میتونه تا 1 میلیون بار اسیدی‌تر از خون ما باشه. 1 میلیون بار. این تقریباً در حد اسید باتریه و این قدرت فوق‌العاده لازمه تا هم غذامون رو هضم کنیم و هم هرچی میکروب و باکتری مضر وارد بدنمون میشه رو از بین ببریم. و اما میرسیم به یه مدرک خیلی محکم پزشکی. 2 تا بیماری شناخته شده وجود داره که تعریفشون دقیقاً کمبود اسید معده است. یکیش هیپوکلوریدیا و اون یکی آکلوریدیا. حالا بخش جالبش اینجاست. حدس بزنید یکی از علائم اصلی و مشترک هر دوی این بیماری‌ها چیه؟ بله، دقیقاً همون چیزی که فکر می‌کنید، رفلاکس معده و سوزش سر دل. یعنی این یه ارتباط کاملاً مستقیم و ثبت شده است. این دیگه فرضیه نیست، این فکته. و موضوع فقط به سوزش سر دل ختم نمیشه. این تازه نوک کوه یخه. وقتی اسید معدتون ضعیف باشه، روی کل بدنتون تأثیر میذاره. از کمخونی، چون آهن و ویتامین B12 درست جذب نمیشه، تا رشد بیش از حد باکتری ها توی روده، آلرژی های غذایی، مشکلات خودآیمنی پوکی و استخوان و حتی عفونت های بیشتر. پس میبینید ما داریم در مورد یه مشکل واقعا ریشه‌ای و اساسی صحبت میکنیم، نه فقط یه ناراحتی موقت. خب، این همه از مشکل گفتیم. حالا سوال اینه که راه حل چیه؟ چطور میشه اسید معده رو به حالت طبیعی و قدرتمندش برگردوند؟ راه حلی که توی این منبع پیشنهاد شده، مکملی به اسم بتاین هیدروکلوراید یا به اختصار HCl. این یه مکمل طبیعیه که بدون نسخه هم میشه تهیه کرد. و کارش اینه که به معده کمک کنه سطح اسید هیدروکلوریک خودش رو دوباره به دست بیاره. اما قبل از هر چیزی یه هشدار فوق‌العاده مهم، و این رو باید خیلی جدی بگیرید. طبق این منبع، اگر زخم معده فعال دارید، تحت هیچ شرایطی نباید از بتاین HCl استفاده کنید.
چون میتونه وضعیت رو خیلی بدتر کنه. پس این نکته ایمنی خط قرمز ماست. خب با در نظر گرفتن اون هشدار، حالا بریم سراغ پروتکل استفاده از این مکمل، یعنی راهنمای قدم به قدم برای اینکه چطور باید مصرف بشه. ببینید، هدف اینه که هر کسی دوز مناسب خودش رو پیدا کنه. بدنها با هم فرق دارن. پس باید این مراحل رو طی کنید. مرحله اول، با اولین لقمه غذاتون فقط 1 قرص میخورید. تمام. وعده بعدی تعداد رو میکنید 2 تا قرص. همینطور با هر وعده غذایی که میخورید 1 دونه به تعداد قرص ها اضافه میکنید. این کار رو ادامه میدید تا به یه نشونه خاص برسید. یه حس گرمای ملایم و مشخص توی معدتون. همین که این حس گرما رو پیدا کردید یعنی به سقف دوزتون رسیدید و دوز مناسب و همیشگی شما میشه 1 کمتر از اون تعدادی که باعث اون گرما شد. خیلی ساده است. حالا شاید بپرسید معمولاً چقدر لازمه؟ خب طبق این منبع برای اکثر آدم‌ها دوز مناسب جایی بین 1 تا 6 تا قرص برای هر وعده غذاست. اما این فقط یه راهنماست. یادتون نره عدد دقیق برای شما ممکنه متفاوت باشه و برای همینه که اون پروتکل قدم به قدم اینقدر مهمه که درست انجامش بدید. و فکر میکنم این جمله از خود منبع کل بحث امروز ما رو خیلی قشنگ جمع‌بندی میکنه. میگه اگه برای یه مشکل اشتباه راه حل اشتباهی رو در پیش بگیرید، هیچ وقت بهتر نخواهید شد. به همین سادگی باید ریشه مشکل رو درست تشخیص بدیم. و در آخر میخوام شما رو با این سوال تنها بذارم. با توجه به تمام اون مشکلاتی که دیدیم به کمبود اسید معده ربط دارن، از کمخونی گرفته تا مشکلات ایمنی بدن، آیا ممکنه با اصلاح کردن اسید معده بشه چیزی خیلی بزرگتر و مهمتر از فقط سوزش سر دل رو درمان کرد؟ بهش فکر کنید.